صاحب این خط فقط این دستگاه پلت رو از ما خریدن، دستگاه هم که صحیح و سالمه. ولی خب بریم از اول خط ببینیم مشکلات چیه. مشکلات رو از اینجا نگاه کنید دیگه، خودتون کاملا اوستایید به این قضیه. ببینید چیکار کردن براشون. الان خط 10 تن در ساعت، یعنی آسیابو گذاشته اون بالا رو سر میسه. بعد میان جلوتر، حالا اصلا مخزن بالای پلت که کوچیکه کاملا. حالا یه چیز جالبتر بهتون نشون بدم، زیر پلت اصلا باریز قرار نگرفته و ببینید از کدوم سمت تازه وارد کولر داره میشه. و اینم که سیکلون این قسمت قرار گرفته که اصلا هر باری که داخل این کولر میره مستقیم میره داخل سیکلون. و کلام آخر رفقا، این که آیا انصاف اینطور کار کردن؟ نزدیک 5 تومن خرج کردن و الان خروجی هم براشون نداره. حالا دیگه بهشون گفتیم به هر حال باید اصلاح خط داشته باشی که اصلاح انجام بدن تا بتونیم دستگاهشون هم براشون گارانتیش انجام بدیم.